سلام بچه، چطورین؟ خوش اومدید به یه بازی دیگه با من. این دفعه قرار بریم بازی تریلی، اسمشو یادم رفت. اسم آدریان. بزنیم خب فهمیدم. خاصیتش من بازی مچه نشد دانلود کنم. حتی دوست دارم کم بزنم. این چیه خیلی اینو میخوام خیلی پول دارم. این ندارم. بزنیم پول جمع کنیم. بزنیم این دو متره بذاریم. چه باری چادری راش. این چیه؟ این خوب میریم جلو. بردن دقیقه اینجا آنها نگاه کنیم. کسی زنجیره رو کسی بزن بریم. گرفتش چه بده او آخری رو انتقالی همش نوره، هیچی معلوم نیست. بزنیم خودم دیوار من اصلا نمیچربیم. سرکش داره با زیر میزن. ناکه این چیز فهمیدم اینجا. ناکه این فرمونی که زیر دست منه من کامل چرخم. این نیم دور چرخم اصلی نیم دور چرخه. سلام همکارم. خودم الو میدت نمیبره یه عطره که هیچ وقت روی شالت نمیپره. تو نازت گرونه کسی به جز من نمیخره. تو بارون گرفتی. گلگوه دولم همه اما اول بار میرفتم هم رو میزدم. یک برگم که میرسیم بچه چی رو فهمیدم. هر چقدر مونده باشه که مثلا بارون که میرسه، یعنی مثلا چقدر رو مونده شما میتونید اینجا بفهمید. دقیقا همینجا بس خراب کنیم سر کنید هم بهتر کنیم بسن سر کنیم براشید نکن اینجا که برش هم میکشم. اینجا که برش خط کشیدم یه نارنجی داری میره جلو. این نشون میده چقدر بامونه توی مانیتوره سرکل پیشنام میشه. اوکیه مانیتورم راه میفهمیم.
برسیم فکر کنم آره خیلی فهمیدم تو جانم همش ترای جانم جانم عاشق تر از آن خب اینم یک پوند بگیم بریم گازور بزنیم همون جان گازه رو پر کنم خب کنم پر کنم چه گرون میگیرم مجبوریم استارت بزنیم و را بیافتیم پر شد بزن بریم به سلامتی هر ویدیو لایک کنید جاده دو طرفش نه آره دو طرف آره نه ها دو طرفش شده وقت از یکلاری معنی خلاف چی جرات داره بیاد هر کی جرات داره بیاد نه بیای نه واقعا جرات داره امتحان کنه اصلا این احتمالشون هم هست نه بلش کم مونده که برسیم خیلی زمان برسیم بشم نمی آقا هم نیست برسیم مردم میگه چه آدمی چرا زرد میکنه راهنما هم میزنه یه چیز دیگه هم بهتون میگن اینجا هم جون چیزه ساکن یکی نیستم این چیزی که عکس ترابی میشه این داخلی جون چقدر ترابی انسانه رو نشون میده خطافش رو خطاف میده میزمینیم سوالش اون رد شد ما میبینیم رد شد نه رد نمیشه نمیشه رد شد باید خطا کار این از بغل میشه نمیشه از بغل میشه دیگه دومش میشه چه خیلی باره میدازیم نه نمیشه بدم بریم چیز میکنیم فرماش نمیتونیم ما گاز گرفتن فرام نمیپیچه
بزنیم. خب بارو تحویل بدیم و اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفا ویدیو رو لایک کنید. خدا